حبیبی از پروژه ها خرید نکنید. کی گفته خرید نکنید؟ خرید بکنید. این نکات رو دقت بکنید. ببین پروژه‌ای که خوب باشه، جاش خوب باشه و سازندش درست حسابی باشه، نمیاد به تو با اقساط 60 ماهه بده، اقساط 30 ماهه بده. حداقل ترکیه این شکلی نیست. دبی این شکلیه، قبرس هم این شکلیه. ترکیه این قانون رو نداریم. پروژه خوب نمیاد به تو بگه 200,000 تا بده من به تو پاسپورت میدم. یعنی بیاد اون عدد اکسپرتیزش رو به صورت غیرقانونی بالا نشون بده. این گزینه شماره 1. مورد شماره 2، اگر میخواین از ساتش آفیس یک پروژه خرید بکنین، یعنی دفتر فروش یک پروژه خرید بکنین، قیمتی که میدن و همون لحظه پروژه رو توی سایه بیندن نگاه بکنید. دوستان در اکثر موارد نصف قیمتی که ساتش آفیس به شما داده فایل دست دومش باز شده و میتونی خریدتو انجام بدی. خیلی مهمه. مورد سوم، پروژه‌ای که توش واحد خالی زیاد باشه رو اگر